بسیار این کثافت ها تاجیک نیستن، خون تاجیکی در بدن اینا نیست. بنابر همین پروا ندارن، نه پروای این ملت دارن، نه پروای این 2 میلیون مهاجر دارن. مهاجرها در فکر خودتان باشید، باید ما خودمان در فکر خودمان باشیم. با امیدی هیچ کس جز از خدا نشویم. هیچ کس تا این 30 سال در فکر ما و شما نبود، بازم نمی شود. در فکر خودمان باشیم برادران. باور کنید 10 سال شد ما تشکیلات داریم، 10 سال شد مرکز داریم. ای مردم جمع شوید، ای مردم متحد شوید. ازبک‌ها شدن، قرغیزا شدن، قزاق‌ها شدن، آذربایجانی‌ها، تمام ملت و مردم متحد شدن. ما چرا نمیشیم؟ چی بلا زد است ما را؟ آخه چرا متحد نمیشیم؟ نداریم هیچ کس، هیچ چی نیست. چرا ما متحد نمیشیم؟ چرا؟ چی بلا زد است ما را؟ 10 سال باز داد. مردم متحد شوید، اتحاد کنید، در فکر یکدیگر باشید. ولی نمی بیاد، هیچ کس نمی بیاد، تا حال نشده است. بنابر همین عزیزا، من از بیگانگان هرگز ننالم که هر چی کرد با من آشنا کرد. این ملت ها و این مردم ها خوب میدونن که ما تاجیکا کی هستیم. اینا خوب میدونن که ما در کشتن یکدیگر اوستاییم، ما در ریختن خون یکدیگر و مکیدن خون یکدیگر اوستاییم. اینا خوب میدونن. بنابر همین پایافزاراشون بالای سر ما در پاک میکنن. های افسوس، صد افسوس. با خدا قسم من میبینم اتحاد قرغیزا را هوس میکنم. شاید که بعد از 20 سال 30 سال ملت تاجیک هم خیلی یک اتحاد داشته باشه. ما خودمون را گنده، من میدونم ما خودمون را گنده میکنیم و این گپای ما و این حرفای ما از این گوش میدارد، از این گوش متاسفانه میبرد میرود. متاسفانه 10 سال از داد میزنیم، هی ملت بیای متحد شویم. میکشند، میپزند، میخورند، میبرند. نمان دیگه گناهی که بالای ما بار نکرده باشند. بنابر همین من از شما خواهش میکنم، ندای من به تمام تاجیکان دنیا باید برسد. باید اتحاد کنیم، باید متحد باشیم، باید دست یکدیگر را بگیریم. التماس نگذاریم که ملت تلف یابد. ملت دارد از گرسنگی تلف یابد. بس کنید دیگر حکومت نگویید. از دست اونا هیچ کار نمی‌آید، هیچ کار. ما باید خودمان باید تقدیر خودمان حل کنیم. خداوند ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویسد. بیایید با امید این و آن نشویم، تقدیر خودمان را حل کنیم عزیزا. بنابر همین بیایید بگذارید دیگر حکومت این گپا را دیگر گپ نزنید عزیزای دل. دوستایی که در دیگر کشورها، در دیگر شهرها ما را میشنوند، ندای ما را میشنوند، تاجرای عزیز، میلیاردرهای عزیز، شما امروز برای ملت لازمید. ما و شما امروز برای ملت لازمیم. اگر ما و شما امروز در پهلوی این ملت نباشیم، خاک بر سر ما و شما، توف بر سر ما و شما، توف بر سر آن مردی که شما داد جوان مردی میزنید. توف من برای شما همین گپا میزنم. وقتی که مادر همراه 2 فرزندش در کوچه میماند و اونم تاجیک نام دارد و میگیرد از گرسنگی، از تشنگی، و ما جیپ کیپ سوار شده میگردیم و ما کتگی کرده میگردیم، دم از تاجیکیت میزنیم. مرگ بر ما، مرگ بر این ملت، مرگ. های تاجیک، اون بغضی که در دلت و تاجیک دیگر داری، این از بیرون است، از درون تو نیست. یعنی بیرون یک شیطانی است که چی در درون که عاید مهاجرت به اروپا. عزیزای دل، شما میدونید من بسیار شرایط خوبی گرفتن پاسپورت اروپا داشتم، یعنی میتونستم گرجنین اروپا شوم و میتونستم بهترین زندگی را در اروپا و در امریکا انجام دهم. شما میدونید وقتی که گرانیتسوک شده بودم، من هر ماه اروپا میرفتم و در مرکزهای علمی اروپا، دانشگاه ها صحبت میکردم، صحبت های علمی میکردم و سال چند مرتبه در امریکا میرفتم صحبت میکردم. یعنی امکان ماندنم در اروپا و امریکا بود، ولی من نماندم. برای چی؟ برای که این کشور جای کار است. یعنی روسیه جای خدمت است، جای کار است.
اینجا آمده با مردم صحبت کردن در کار و مردم از این ورطه هلاکت بیرون آوردن در کار. از ماندن من در اروپا، از ماندن من در امریکا چی فایده است؟ با مردم چی فایده است؟ هیچ چی فایده نیست. بنابر همین من بازم تاکید میکنم که انشالله من در پهلوی هموطنای خودم، در پهلوی مهاجرا همیشه خواهم بود تا اون روزی که ما را ترمه میکنن، تا اون روزی که ما را میکشن، تا اون روزی که ما را قتل میکنن، نابود میکنن، انشالله خواهم بود و مرگ و زندگی من در دست خداوند است، در دست هیچ کسی دیگر نیست. هر چیزی که از جانب خداوند میاد، خواه مرگ، خواه قتل، خواه زندان، هر چیزی باشد ما قبول داریم. بنابر همین انشالله کسایی که نقشه میکشن خوب بدانند که انشالله ما پلان و برنامه گریخته و فرار کردن به هیچ جای یگان کشور دنیا را نداریم. هستیم انشالله در خدمت و خواهیم ماند. برای همینم اوانگرد و چمنگرد خوب گوش کن. مرده تاجیک، زنده تاجیک در گردن عزت امان است و در گردن مرکز تاجیکان است. شما پلید و کثیفایی که در زیر دامن بیوه های خودتان، زنای کثیف خودتان کیف کرده میشینید، شما غمی تاجیک در این مهاجرت نمیدونید. 100 سالم که گذرد نمیدونید. شما یک کار دارید اوانگرد، شما فقط نشستن و حقارت مردم و ملت دارید. تمام. شاعر، نویسنده، همه اینا خیانتکار. شما فقط همین کارا دارید. یوسف زاده، مولانا و اهل اوانگرد که شما منم میبینید، مطمئنم همه شما کثیفا و پلیدا میشینید در بالای فردارای این ویدیوهایی که ما از تماشا کردیم این از خود عزت امان بود و هر سخنایی که عزت امان میزد این یک انسانی وطن دوست و ملت دوست بود و ما باید از یاد ما نبراریم که این خیلی وطن دوستا را ما کشتیم. همه قهرمانای ملت تاجیک با از دست همین تاجیکای خودمان کشته شدن یا چشماشون کور کردن یا زندانی شدن یا برحمانه کشتنشون. اینا با عدم دست تاجیکی ما شد. تا که ما خاموش میستیم. آیا عزت امان میخواست که برای بدی ملت باشد؟ نه برادر، عزت امان برای خوبی ملت، نه برای بدی ملت، بلکه برای خوبی ملت. وای زندگی اروپا و امریکا را به مثل بسیار از مخالفان ما خودمان در نظر داریم. ما دور نیستیم. به مثل ما زندگی اروپا را نگرفت و خیش تباری خیش نکشید، اینجا آورد و پاسپورت نکردن. اون در روسیه ایستاد، در برای شما مهاجرا ایستاد، در برای شما کمبغلا ایستاد. آیا یک مخالف در برای کمبغلا است؟ اینا همش دروغ است، همش دروغ است. و ما باید بدانیم که عزت امان حقیقت گوی بود و میخواست که زندگی مردم علیش کنه، عوض کنه و یک سومی حکومت نخورد. و مثل یک خلا سوم از مردم نخورد در تاجیکستان و از همین کمبغالا جمع میکرد و یاردم میکرد با کمبغل دیگره. و اگر زندگی خوبه داشت و میتونست که بیاد در امریکا زندگی کنه، در اروپا زندگی کنه، به مثل ما گریختیم و در اینجا پاسپورت بکنیم و بگردیم. و ملت در مصیبت است، ملت در یک حالتی بزه به قرار داره. اون شخص در اروپا نامد، در امریکا نامد گرانت بگیره و بیست در نمیجا. اون شخص در همون روسیه ایستاده مبارزه خودش برد. و شما مردم کمبغل گویا شما مردم کمبغل دلسوزین، به خدای قسم شما یگان دلسوزی ندارید. شما فقط ملت تاجیک میکشین، شما شهر مردان تاجیک میکشین. هر انسانی که به شما یاردم میکنه شما همینا را میکشین. مرگ به این ملتی بناموس، مرگ به این ملتی پدر لعنت، مرگ به این ملتی که از حق خود سخن نمیکنه، مرگ به این ملتی که از شهروندی تاجیک، از ملت تاجیک محافظت نمیکنه، از زمینای خودمان محافظت نمیکنیم. و ما باید بدانیم برادران، آزادی ملت عزت امان آزادی همه ملت تاجیک است و انشالله زمینای خودمان ما برمیگردانیم. بیاین یک جا بشیم. به خدای قسم من با ملت هستم، من با مردم هستم. اگر که شما میگین که خود در اروپا هستی گپ میزنی برادرو، بیاین یک جا بشیم. به خدای قسم من میخوام که به تاجیکستان بگردم. من همچون یک مبارز، همچون یک مخالف این رژیم، مخالف دولت ملت خودم نیستم، مخالف اینمی رژیم رحمانیزمی
و انشالله میخوام که بر تاجیکستان بر بگردم. بیاین برادرای سرجم شین و انشالله ما باید برادرانی که در زندان هستند، هر انسانی که در زندان است اونا حقیقت گوی هستند، حقیقت جوی هستند. همون انسان ها دلهاشون به ملت سوختن و اونا زندان شدن. سلامت باشین برادرها، تا برنامه دیگه.